جایی که بودی رفیق الله باش، فقط از الله بخوان. پس خواست من که گفتم خواست الله و رسول از جوان چیست؟ جوان عزیز، اول خواست الله امیست که باید تو دعوتگر دین باشی. اگر تو هر جمعه خودت تنها میایی مسئولیت خود را ادا نکردی. خواست الله از توی نیست، خواست رسول الله صلی الله علیه و سلم از توی نیست. اگر رفیقت را دیدی به معصیت است دستش را نگرفتی، رسالت خود را ادا نکردی. اگر خواهرت را دیدی به معصیت خداست دستش را نگرفتی، رسالت خود را ادا نکردی. نگو پدر دارم در خانه، خود تو هم مسئولیت داری، تو هم بزرگ خانه هستی، مسئولیت داری. با الفاظ شیرین، با سخنرانی علما، با گریه پیش خواهرت گریه بکن. نکو خواهر به خاطر خدا نکن، پیش پدرت گریه بکن. بعضی ها میگن جناب مولانا پدر نماز نمیخونه. جوان من برات میگم تو نماز بخوان، تو گریه کن، پیش پدرت نماز بخوان، پیش پدرت گریه بکن. آخر توفیق نصیب میگرداند الله به او هم. اگر فرزند بی نماز است پدر این کار را بکنه، اگر مادر بی نماز است دختر این کار را بکند، دختر بی نماز است مادر این کار را بکند. پس اولین مسئولیت من تو ای است که باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. چه در میدان فوتبال هستی، چه در تجارت هستی، چه در دکانداری هستی، چه در تاکسی هستی، میبینی که چند تا تاکسیوان یک جا جمع شدین، همه رفیق هستین، یکی دیگر را دوست دارین، یکی دیگر را دوست دارین. فحش نتین، دشنام نتین یکی دیگر را. میبینی که یکی تان دشنام میته برش بگوی نکن، به خاطر خدا این کار را نکن، به خاطر خدا نکنه، شما موتر تکر بکنه.